روز 7 نوامبر روز غلبه یعنی روز غلبه بود که در دوره شوروی 15 رسپوبلیکا امیر جشن می‌گرفتند و این روز را همچون یک جشن دولتی یعنی پرزیک دولتی اعلام می‌کردند و آنها جشن می‌گرفتند. هر سال هم 7 نوامبر را جشن می‌گرفتند. روز انقلاب اکتبری غلبه هم دولتی اساساً شوروی. من چی نمی‌دونم. من اول اومدم. روز پراد بود. خیر майрам می‌کنیم این می‌کنیم. اگر انقلاب نمیشد تاجیکستان شاید республика نمیشد. республика نمیشد با دوره امید فدرالی میگشتن. بهترین روزا بود و من خودم استودنت بودم اونجا. Üniversitede yuridik 45 سال پیش. نمی‌دونم برادرش. در وقت شوروی این روزی جشن غلبه انقلاب بود. همه در تمام شوروی اینا جشن میگرفتن، پاراد میگذاشتن میدانی لنین. اون وقت میدان لنین بود. بعد رеволюция دولت شوروی تأسیس شد که از در حیاتی او 15 دولت اشتراک میکرد. اگر وقتی شما همین رеволюция نمیشد آیا تاجیکستان صاحبی رسپوبلیکا یا دولت بود؟ البته نمیشدند برای که بعد رеволюция شدن دولت ها مستقل شد.